بالاخره بعد از 2 سال انتظار یه پیامک واسه ما اومد که واسه گرفتن واممون برسیم شعبه شما. وام ازدواج. وام ازدواج. بابا چی بهتر از این که به شما جوون‌ها وام ازدواج بدی. مدارکتون رو من بدین لطفا. شناسنامه و کپی و اینم که فرم بله سفته و فرم ثبت نام و اینم که ناقصه که داخل سایت آخه همینا رو نوشته بود. آخه سایت حالا یه چیزی نوشته واسه خودش عزیز من. شما باید 2 تا ضامن بیارید. ببخشید ما الان ضامن از کجا باید بیاریم؟ از جا ضامنی. حالا یه کاریش میکنیم اونو. نامه کسرت حقوقتون لطفا. آقای ابری شما به من نگفته بودی که نامه کسرت حقوق میخوان؟ ضامن کارمند واسه همین میخوان دیگه قربونت برم. ببخشید آقا من نمیتونم. خداحافظ شما. قربان تکمیله؟ بله ظاهرا تکمیل، فقط یه چیز کوچیک مونده. کد پستی منزل. ترسیدم. نگران نباش. چشم. ابری جان کد پستی رو بده بهش. کد پستی منزل ما یا منزل خانم امینا؟ نه منزل زوجین، یعنی منزل خودتون. نداریم که اصلا وامو واسه همین میخوایم بگیریم که منزل. بله. نمیشه که کد پستی منزل نداشته باشی بهت وام نمیدن. خب ببین میتونی یه کاری بکنی، قرض کن خونه رو بگیر، کد پستی رو بیار ما سری بهت وامتون میدیم، قرض تو برگرد. من بهت بگم تا برای من عروسی نگیری من نمیذارم خونه بگیری. جناب کوپایه از اون تاریخی که ما کد پستی رو دادیم خدمت شما 3 ماه داره میگذره. شما گفتین رأس 3 ماه پول ما رو واریز میکنن. آقا من چک کشیدم چکام داره برگشت میخوره. سفته‌هامو گذاشتن اجرا. به آقا داماد تبریک میگم. نوبتتون شد برای دریافت وام. بله خیلی هم عالی. مبارکتون باشه. مبارکتون باشه. فقط یه لحظه میدونید ما یه مشکل، ببینید هر بانکی یک سقف داره برای پرداخت وام ازدواج. ما سقفمون پر شد. شما باید زحمت بکشین دوباره برین تو سایت ثبت نام بکنین، مدارک رو ببرین توی بانک دیگه حساب باز. کجا رفت؟ زندان. برای چک و ثبت قصه نخورید ها. شما اقدام بکنید تا ثبت نامتون انجام میشه، مراحلش پیش بره. امیدوارم که برای 2مین سالگرد ازدواجتون آزاد بشه.